بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای گل، سلام به تمامی بیننده های عزیز. شما برای من گفته بودید که طریقه ساخت تله سایره را ویدیو بساز. منم امروز آمدم تا برای شما یک ویدیو بسازم تا تله سایره را نشان بدهم چی رقمی ما میسازیم ایجاد میکنیم. یعنی چوبای سخت بگیرین دیگه اندازه که ببینید چوبای یک نکته مهم که چوبای خیلی سخت باشه مثل خود زیست چوب سیب است و چوبای زردالو، سنجید، چارمغز دیگه همچنین چوبای هم موشه که باش ساخت و خیلی سخت باشه. هر چی باش سخت باشه که نشکنه بزودیم. و ببینید قسمی سوراخ میکنید دیگه اینجا رو سوراخ کنید. خوب متوجه هستید در اندازه 4 آخو یا الا یه نقدر اضافه از این زیاد از این خوب نیست. به اصطلاح اینطور بگم که 17 سانت یا که 20 سانت سه است. و یعنی سیم است که ما برایش آماده کردیم. از این سیما یک قسم سیمی باید شما بگیرید که نه زیاد سخت باشه که پیش نشوه، نه زیاد نرم باشه که پیش شوه دیگه دم ندی پس نشوه. ببینید یک رقم سیم است که خودشی پس پیش میشه. این هم از این سیم ما و میخوایم حالا جور کنیم تا برای شما یاد بدیم. و دوستای گل، شما میخواهم اگر خوشتان آمده لطفاً چینل ما را سابسکرایب نموده و لایک تان را فشار بدهید. حالا بریم برای ساختن چه وحی قسمی جر کردید و سیمم که آماده کردید. سیمم در اندازه 1 قریش و 4 آخو زیادتر. ببینید آن قدر اضافه داره. امیر تو قید و ببینید این سر سیم این قسمی قطع کنید و باش برای شما بیگم و یک قسمی بسازید و ای را با هر چی که محکم میکنید محکم کنید، با هر چی محکم کنید و قطع نکنید. و ببینید نه ما با یک توبی داخلی توب گرفتیم قیچی کردیم تا قدزی یه بگیرم محکم کنم. خوب توجه کنید یه قسم محکم کنید که دوباره غاز نشه. نه دوستای گل هم تمام شد. منتظر ماندید ببخشید. حالا سیم ما برابر است. این را کمر بهتر قطع کنید که تا پس که آزاد شد. این طرف پایینیش را سر سیم در اندازه 1 سانت قطع کنید و این را که قطع کردید حالا میتونید از چوب استفاده کنید. این چوبی باشه که خیلی محکم باشه و همچون زیاد دبل نباشه که داخلی چی را
کار نکنه داخل سوراخ. چوب هم در اندازه هم از این مبرید. یعنی دوستا چون این قسم سرش محکم کنید یا از این طرف سر زیر اونقدر دبل کنید که تا از سوراخ تیر شده نتونه. کدام چیز سخت هم اینجا بسته نکنید که پای سایره رو میده میکنه. ببینید دوستا محکم شد. و این قسمی در این طرف سیم میتونید دیره بسته کنید. و چوق دراز بود قسمی ادامه تا چوق دیگه اندازه برسه. تقریبا تله ما ساخته شده. یگانه چیزی که مانده این چوی طرفیش هسته. و حالا تله ما تقریبا تمام شده، ساخته شده و این قسمتی که آخری است خیلی مهم است که ببینید یک از این چو استفاده میکنیم که این چو هم مثل ازا سخت باشه، از هر درختی که باشه، سیب باشه، زردالو باشه، هر چی باشه سخت باشه که وقتی که چی میشه تر میکنیم زیاد خراب نشه. و ایرم قسمی بسازید که در این سوراخی که اینجا ایجاد کردید نه زیاد پیش بره و نه بیرون بمانه. و از او خاطر ایره از ما ساخته بود و حالا میخوام برای شما یک نشان بدم. و دیگه حالا تمام است و موفق باشید. خدا یار و نگهدار شما.